با نام و یاد خدا زاره هستم. به عنوان مدرس فرادرس تایپ ده انگشتی در خدمت شما هستم. موضوع تایپ ده انگشتی یک از مباحث پرکاربرد در زندگی روزمره ما است. حالا نه لزوما در حتما سر کار، ولی خب شما با یک کامپیوتر همیشه سر کار دارید و اینکه بتونید خیلی راحت تایپ بکنید یک از دغدغه‌های همه ما هست و ما هنوز نتونستیم تایپ ده انگشتی رو که یک کار خیلی ساده است یاد بگیریم. ما در این آموزش قصد داریم این کار رو به شما آموزش بدیم. آموزش ما در دو بخش است. یکی تایپ ده انگشتی انگلیسی و بخش دوم تایپ ده انگشتی فارسی که اصولشون یکی هست. ما در اینجا از نرم افزار رپید تایپینگ استفاده می‌کنیم که یک نرم افزار اوپن سورس هست و رایگان است. خب هدف ما در اینجا صرفاً سریع نوشتن با تایپ ده انگشتی نیست. یعنی ما سرعت لزوماً اصلی ترین ملاک و انگیزه ما نیست. اصلی ترین انگیزه ما یا مهمترین انگیزه ما دقت است. یعنی ما بدون اینکه به صفحه کیبوردمون نگاه کنیم خیلی راحت با در ذهن داشتن خود جایگاه کلیدها و کلیدهای کیبورد از آ تا زد و حتی فارسی توی ذهنمون این که باشه خیلی راحت میتونیم با دقت خیلی خوب متن‌ها رو بنویسیم و نکته مهم اینه که ما تمرکزمون رو اون متنی که می‌نویسیم، نه اینکه چه جوری تایپ کنیم و مثلا فلان کلید کجا هست و من اون رو انتخاب بکنم. پس ذهن ما بیشتر سمت این باشه که با دقت بنویسیم تا با سرعت. سرعت خودش به مرور زمان با تکنیک هایی که به کار میبرید در تایپ ده انگشتی به دست میاد. یعنی یه جزء لاینفک و جدای ناپذیر از تایپ ده انگشتی. پس سرعت به توی ذهنتون هست خواهید رسید. ولی فعلا سعی بکنید که در همون بدو کار رو یاد بگیرید و روند تایپ ده انگشتی رو یاد بگیرید. وگرنه خود کار خیلی کار دشواری نیست که تایپ کنید. و اینکه شما هر زمان دارید ده انگشت را میچرخونید یه فکر اشتباهه. شما هر لحظه فقط یک انگشت یا دو انگشت دارن کار میکنن. از هر دست هر لحظه میتونه یک انگشت بلند بشه بعد یک کلید رو انتخاب بکنه و باید برگرده به سر جای خودش. خب قبل از اینکه ما نرم افزار رو باز کنیم یه توضیح خیلی مختصر در مورد جایگاه کلیدها درون کیبورد اشاره کنیم. نگاه کنید دوستان، شما ردیف اصلی که دارین داخل کیبورد از آ هست تا سمیکالن، یعنی این ردیف وسط، یعنی آ، اس، دی، اف، جی، اچ، جی، کی، ال و سمیکالن. اصلی ترین جایگاه توی کیبورد اینه، یعنی جایگاه دست شما با اینجا باشه. خب حالا نحوه قرار دادن دست‌های ما روی کیبورد به این صورته که انگشت سبابه در روی حرف J و انگشت سبابه دست چپ بر روی حرف F. همونجور که می‌بینید یک زائد روی تمام کیبوردها روی این دو حرف هست. پس جایگاه اصلی 4 انگشت اینجوریه که شما اول حرف J رو انگشت سبابتون رو روی حرف J و انگشت سبابه سمت چپ رو روی حرف F می‌ذارید و سه کلید سمت چپ و سمت راست مربوط به انگشتان شما هست. یعنی الان F رو که بذارید و J رو که بذارید برای دست راست K, L و سمیکالن سه کلید دیگه هست و برای دست چپ F که سبابه است و D, S و A برای سایر انگشتان است. اما اگر دقت بکنید انگشت شست شما قرار نمیگیره تو این ردیف. اگر دقت بکنید نمیشه اینجوری ما تمام انگشت‌ها رو کنار هم بزنیم و این حرکت اشتباهه. اصلا تایپ ده انگشتی این رو قبول نداره. میگه شما 4 انگشتتون رو در این 4 انگشت هر دست رو در این مکانایی که توضیح دادم قرار بدید. انگشت شست شما فقط اسپیس، یعنی هیچ کاری جز اسپیس انجام نمیده. یعنی اسپیس اگر دقت بکنید پهنای اسپیس به همین دلیله که اشتراک دو تا انگشته به خاطر یک مقدار بیشتر از سایر کلیدها مساحتش هست و طولش هست. خب حالا اگر دقت بکنید انگشت سبابه هر کدومشون یک ردیف کنارشون هست، یعنی الان بین دو انگشت سبابه دو ردیف عمودی قرار داره که من الان دارم به شما نشون میدم. یعنی حرف H و G اگر دقت بکنید هیچ انگشتی روی اون نیست. حالا در مورد اون هم صحبت خواهیم کرد. خب ما فعلا میریم آموزش این ردیف
وسط رو میدیم. بعد به مرور اون سایر کلیدها که بالا هستن و پایین هستن و اسپیس، همچنین شیفت، کنترل، در اونها هم توضیح خواهیم داد. ولی بیشتر تمرینمون روی این ردیف وسط، بالا و پایین خواهد. نکته‌ای که باید توجه بکنید اینه که شما اگر که به کیبورد توجه بکنید ببینید که یه شیفت و کنترل در سمت چپ به همراه آلت و یک شیفت، کنترل و آلت در سمت راست است. دلیلش اینه که شما مثلا اگر بخواید یه حرف بزرگ رو انتخاب بکنید و اون حرف در نیمه سمت چپ کیبورد واقع شده، خب باید شیفت بگیرید دیگه، همزمان باید اون کلمه بگیرید. به همین دلیل شما شیفت رو با انگشت آخر دست مخالفتون انتخاب میکنید و اون کلمه رو انتخاب میکنید. مثلا اگر من بخوام حرف جی بزرگ بنویسم، خب انگشتم که روی جی هست، این هیچی، اما شیفت رو نمیتونم از راست بردارم. گفتم در هر لحظه هر کدوم از دستان یه دونه از انگشتانشون بلند میشه، پس با شیفت از سمت چپ و جی رو از سمت راست انتخاب کنم. خب ما الان وارد نرم افزار رپید تایپینگ میشیم، یک مقدار در مورد اون توضیح میدیم. همونجور که مشاهده میکنید الان داخل نرم افزار رپید تایپینگ الان ما انگلیسی فعاله. اگر که به محیط نرم افزار توجه کنید مشاهده میکنید که با رنگ‌های مختلف دو دست روی کیبورد مشخص شد. خب در مورد این رنگ‌ها و دست توضیح خواهیم داد، اما نکته که باید بدونید اینه که جایگاه دستا الان مشخصه. اگر دقت بکنید حرف J انگشت سبابه راست و حرف F انگشت سبابه چپ، همینطور اسپیس روی دو تا شست است. خب این ردیف وسط اول ما باید با سبابه بتونیم خیلی راحت کار کنیم. پس در درس اول ما روی F و J، D و K کار میکنیم. چجوریه؟ F و J که سبابه هست و D و K انگشت وسط دست ما هست که بغل دست F و J واقع شد. خب اگر که بخوایم انجام بدیم، برای شروع ابتدا ما میایم F رو فشار میدیم. خب اول باید روی نوسته کلیک بکنیم، F رو فشار میدیم، میبینیم که ثبت شد. اگر به جایگاه انگشت روی کیبورد توجه بکنید مشاهده میکنید که انگشت 60 رو نشون میده، یعنی میگه شما با 60تون وارد کنید. خب الان J رو نشون میده، خب شما J رو وارد میکنید. دوباره اسپیس رو با 60 وارد میکنید، D رو وارد میکنید، K رو وارد میکنید، دوباره سبابه سمت چپ، فاصله J D K F J D K F J D K. اصلا مهم نیست شما با چه سرعتی انجام بدید، دقت از همه چیز مهمتر. الان توی این کارنامه‌ای که به شما میده میگه که شما وضعیتتون سراسری به صورت حالا کلی نگاه کنید، وضعیتتون در حالت اکسلنت قرار داره. چرا؟ چون که اینا بر اساس فقط سرعت نیست، دقت هم مهمه. الان شما دقتتون 100%، یعنی تمام لغات رو درست وارد کردیم و کلمات رو درست وارد کردیم. 29 کلمه در دقیقه است، یا 29 واژه، اینجا بگم بهتر، 29 واژه در دقیقه است و این خیلی مهمه. پس شما روی سرعتتون به مرور کار کنید، اول روی دقت کار. خب ما یک بار دیگه درس اول رو انجام میدیم. خب چجوری؟ به جایگاه دست من در دوربین یک دور توجه کنید، یک بارم روی نرم افزار به این محیطی که اینجا هست نگاه کنید، چون این خودش نشون میده چجوری کار کنید. ولی بعضی مدتی اصلا نمیخواد به کیبورد نگاه کنید. اولش فقط برای که یکم انگشتاتون مثلا شما بتونید F رو حس کنید که با این انگشت میخواید وارد کنید، یا J رو این بتونید حس کنید، یا K رو با این بتونید حس کنید. خب الان ما امتحان میکنیم. این اشتباه. خب الان سرعت شد 107 واژه بر دقیقه. اصلا سرعت مهم نیست ولی دقتتون کاهش پیدا کرد، پس این اشتباهه. پس برای شروع شما سعی کنید با دقت، اصلا عجله نکنید، F اسپیس J D K F J D K F J D K F J D K. خب می‌بینید که سرعتتون 80، یعنی یک مقدار از سرعت کاسته شد، اما دقت رفت بالا و وضعیت شما خیلی خوبه. خب شما میتونید تو این قسمت تکرار رو بزنید یا میتونید بریم به درس بعدی. تو این قسمت در مورد واژگان صحبت کرده. گفته که مثلا سرعت شما روی این چقدر، روی J چقدر، روی D چقدر، یا خطای شما بیشتر سمت چیه؟ خطای شما بیشتر سمت چیه؟
و این رویکرد کلی رو به نمایش در آورد. خب این درس اول. حالا شما میتونید درس اول رو که انجام دادید یک بار دیگه ما درس اول رو انجام میدیم به سرعت و میریم سراغ درس دوم. پس فعلا شما روی F روی صباعه و بغلی اون زوم کرده باشید. حالا اسپیس هم که داریم انجام میدیم. پس عجله بزرگترین اشتباه تو یادگیریه و به مرور شما خیلی راحت اینو یاد میگیرید. ما این کار رو انجام میدیم. الان نگاه کنید دی کا اف جی دی کا اف جی دی کا. این که با سرعت خیلی بالاتر 137 واژه بر دقیقه و با دقت 100% این کار رو انجام دادیم. حالا ما میریم به مبحث بعدی. میریم درس دو. درس دو حالا اگر دقت بکنید رفته سمت اون دو انگشت بعدی، یعنی انگشت یکی مونده به آخر و آخر. این انگشتاتون روی حرفای A, S و همینطور روی سمیکالن و روی حرف L هست. خب ما اینجا شروع میکنیم کار کردن. میگیم S، نگاه کنید هم به این انگشتات روی اینجا نگاه کنید چون اون که سبز میشه یعنی این رو باید با بزنید و هم به فیلم، اون چیزی که داریم فیلم برداری میکنیم. خب فاصله L A سمیکالن S L A سمیکالن S L A سمیکالن S L A سمیکالن. اشتباه چون فاصله رو وارد نکردیم. خب الان میبینید که سرعت شد 46 واژه در دقیقه و دقت یک مقدار اومد پایین‌تر. یعنی ما یک اشتباهی کردیم توی کار. خب یک بار دیگه این رو تکرار میکنیم. خب قبل از اینکه دوباره شروع کنیم این درس دو رو، شما به دو تا چیز باید توی این آموزش توجه کنید. یک، این جایگاه انگشتان که اینجا خودشون سبز میشن برای هر واژه که ما کلیک میکنیم حالا شروع میکنیم اسم رو من مینویسم اون نشون میده. و دو، فیلمی که شما دارید میبینید از انگشتان بنده. خب الان من اس رو میخوام بزنم. انگشت اگر دقت کنید الان باید این انگشت سبز بشه وقتی من انتخاب کنم این انگشت. خب حالا ما شروع میکنیم. S L A سمیکالن S L A سمیکالن S L A سمیکالن S L A سمیکالن. خب ببینید که سرعت خیلی رفت بالا، یعنی 107 واژه بر دقیقه و دقت همون 100%. دقت خیلی خوبیه و وضعیت شما توی حالت اکسلنت هست. پس دقت کنید که عجله توی این کار باعث میشه که شما خوب نتیجه نگیرید. خب ما میریم سراغ درس 3. درس 3 به این صورته که اون 4 کلید اصلی رو شما تونستید به راحتی یاد بگیرید. حالا میمونه این دوتای وسط و اونایی که کلا تو ردیف وسط واقع شدن، یعنی از بالا حرف T، حرف Y، حرف G، حرف H، حرف B، حرف N. اینا ردیف وسط هستن. اما اگر دقت بکنید قبل از اینها و بعد از اینها رو اگر توجه کنید یعنی این ردیف بالا، وسط و پایین و همینطور این ردیف بالا، وسط و پایین، اینا با این 4 انگشت انجام میشن. حالا متوجه میشید توی تست میخوایم این رو انجام بدیم که این رو خیلی راحت متوجه بشید. نکته مهم باز هم تاکید میکنم تمام انگشتاتون روی اون 4 تا اصلی باشه و انگشت شست شما هم روی اسپیس باشه. فقط مثلا اگر شما خواستید یو رو بزنید نگاه کنید یو رو توی ردیف چیه؟ توی ردیف صبابه راسته، یعنی به صورت مورب حرکت میکنن. یعنی انگشت صبابه راست شما چی باش میزنید؟ یو رو میزنید و ام رو. و انگشت وسط شما کی رو که تو حالت پیش‌فرض میزنید حرف آی و حرف و روی اونه. و همینطور انگشت یکی مونده به آخر از سمت راست یعنی این انگشت حرف ال، او و دات رو میزنه، یعنی ال، او و دات به صورت کاملا مورب. این 4 تا. و در نهایت انگشت آخر که انگشت کوچیک ما هست اون انگشت سمیکالن پی و اسلش رو میزنه. خب این به این صورته. انگشتای سمت چپ هم همینطور، یعنی اون که صبابه که ما داریم روی F، R و V رو میزنه. میبینید به صورت مورب. انگشت سومی ما که تو حالت عادی روی D هست به صورت مورب E، D و C رو میتونید باهاش انتخاب کنید.
انگشت یکی مونده به آخر یعنی این انگشت. این انگشت تو حالت عادی روی S هست ولی حرف W, S و X رو در بر میگیره. W, S, X. و انگشت آخر که انگشت کوچیک ما هست سمت چپ روی حالت عادی که روی A هست اما Q, A و Z رو در بر میگیره. خب نکته دیگه، شیفت رو کدوم میزنه؟ شیفت سمت چپ توسط انگشت کوچک، یعنی به صورت خیلی معمولی هست که شما میدونید سمت چپ باید توسط این تأمین بشه. یعنی شما میتونید بگید کلا سمت چپ ما مربوط به انگشت کوچیک است. یعنی شما از اسکیپ، تب، کپس لوک، شیفت، کنترل، حالا بقیه که نزدیک هستن مربوط به اینه. اما حرف مربوط به S یعنی انگشت مربوط به یکی مونده به آخر S, W, X و Alt استثناء. چرا؟ چون دقیقاً Alt زیر Xه و شما نمیتونی این انگشت اینجور بلند کنی چون تمام انگشتات بلند میشه. پس باید Alt رو با انگشت یکی مونده به آخر بزنی. و همینطور سمت راست شما کنترل شیفت رو با انگشت آخری انجام میدی اما Alt رو میتونی، حالا توی کیبوردها فرق میکنه، جایگاه آلت راست یک مقدار میتونه فاصله بندازه. حالا شما این رو میتونید اختیاری آلت رو با انگشت معمولا یکی مونده به آخر میگیرن اما مثلا بعضی از کیبورد مثل کیبورد من میتونید آلت رو خیلی راحت با انگشت وسطی انجام بدید که این اجباری نیست چون کیبوردها فرق میکنه. اما این حالت وسط کلیدهای اصلی و استاندارد هستن، شما اینها رو باید خوب یاد بگیرید چون اصول کارتون با اینها هست. خب حالا ما میریم سراغ این درس 3. خب ما اینجا G, H, T و Y رو باید یاد بگیریم. نگاه کنید دوستان، این حرف T, G و B مربوط به کدوم انگشت میشه؟ مربوط به انگشت سبابه سمت چپ میشه چون یه دونه بلند میشه و اونها رو در بر میگیره. بعضیا این اشتباه رو میکنن که انگشت 60 رو اینجا میذارن که این اصلا کلا روند اشتباهیه، استاندارد نیست. و همینطور حرف Y, H و N توسط انگشت سبابه راست انجام میشه که شما خیلی راحت این رو بلند میکنید و حرکت. حالا ما تو اینجا این رو امتحان میکنیم که ببینیم چجوریه. ما به راحتی اول G رو شروع میکنیم. G اسپیس H اسپیس T اسپیس Y G H T Y G H T Y G H T Y. میبینید که سرعت شد 74 واژه بر دقیقه، دقت 100% و در نهایت ارزیابیمون هم 100% و در موقعیت اکسلنت واقع شد. خب شما میتونید دوباره این رو امتحان بکنید، یعنی باید بگید G H T Y G H T Y G H T Y G H T Y. این که الان سرعت 107 واژه بر دقیقه شد و دقت همون 100% است. با کار سختی هم نیست، خیلی هم ساده. خب پس شما تونستید اینجوری این رو انجام بدید. الان اگر من توی نرم افزار نخوام کار رو انجام بدم فقط شما ببینید انگشت چجوری حرکت میکرد، T اینجوری انتخاب میشه یعنی انگشت از روی F بلند میشه انتخاب میشه. G انگشت روی F بلند میشه، G رو انتخاب میکنه میذاره سر جا. دقت کنید، نگاه کنید سایر انگشتان یعنی این سه انگشت تکون نمیخوره و سر جاش هست. یا مثلا B همون انگشته G T. حالا برای سمت راستم مثلا ما Y رو اینجوری انتخاب میکنیم، اون سبابه سمت راست دقیقاً متقارنه H N. خب حالا میریم یک بار دیگه این G و H و T و Y چون وسط هست یک مقدار شاید سخت باشه رو انجام میدیم. دقت کنید به این محیط کیبورد روی نرم افزار دقت بکن، اونجایی که سبز میشه یعنی اینجوری باید حرکت کنه. خب G H T Y G H T Y G H T Y G اشتباه H T Y. ببینید این کار رو یک مقدار خراب میکنه. خب این روند کار ماست.